زیبا و کهن نورستان. ولایت نورستان با طبیعت زیبا که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایت نورستان با طبیعت زیبا که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان است. ولایت نورستان در شمال شرقی افغانستان قرار دارد و یک منطقه تاریخی است که در هر دوره‌های مختلف به نام‌های مختلف مسمی گردیده است و به لحاظ جغرافیایی یک منطقه کوهستانی با جنگل‌های انبوه است و چندین رودخانه از کوه‌های آن سرچشمه می‌گیرد. نورستان از نگاه موقعیت جغرافیایی یک منطقه کوهستانی است که از زمانه‌های قدیم به نام بلور یا بلورستان یاد می‌شد و چون برای مدت‌ها مردم آن به ادیان باستانی و خود باور داشتند، این حصارگران دین آن را کافرستان می‌گفتند. اما باید گفت که بلورستان تنها به منطقه نورستان نه، بلکه بعضی مناطق کنر، چترال و کاپیسا نیز مربوط به ولایت نورستان بود. قسمت اعظم نورستان از دره‌ها، کوه‌ها و تپه‌ها